صبح بخیر دوستان عزیز، با کانال کلچقند خوش آمدید. امیدوارم که همگی خوب و صحت و سلامت باشید هر جای دنیا که باشید. یک دستوری تورت ایدونه، تورت زیبا خوشمزه برای مهمانی ها، برای روزهای جشن ها، خورسندی ها و عموما برای هر روز هم می شود. تورت خیلی بامزه است. ببینید کرم چیز، بیسکویت نازک داخلش جم دارد و خودتون بفهمید که این تورت بیمزه شده نمیتواند. خیلی بامزه است و خیلی آسان آماده می شود. و یک خوبی دیگر این تورت در اون است که برای بانوانی که بیسکویت هایشان نقض نمی آید، این تورت راحتی جان است. خیلی آسان آماده می شود. دستور پوره‌اش، ویدیوی پوره آموزشیش را خدا خواهد تا بگاه می گذارم. انتظار باشید دوستانی عزیزم و چون همیشه با کانال کلچقند بمانید. تا دیدار با میخوریم خدا خواهد.